آخناتون، شاهی که خدایان را حذف کرد. تصور کن یک روز صبح بیدار بشی و دولت اعلام کنه که خدای تو دیگر وجود ندارد. نه بحث، نه رأیگیری، فقط از این لحظه فراموش کن. این اتفاق 3300 سال پیش در مصر افتاد و مردی که دستور داد بعد از مرگش نامش را از تمام سنگ‌های مصر تراشیدند. چرا؟ مصر 1350 پیش از میلاد امپراتوری است که 1000 سال روی همان ریل داره حرکت میکنه. هزاران کاهن، دهها خدا و یک سیستم که همه چیز رو تنظیم میکنه. از نیل که کی طغیان کنه تا فرعون که چی بخوره. مهمترین خدا آمون و کاهنانشه. قدرتشان گاهی از فرعون بیشتر بود. وقتی یک نهاد مذهبی از دولت ثروتمندتر بشه، یک نفر باید تصمیم بگیره. آمنهوتپ چهارم 9مین سال سلطنتش یک تصمیم گرفت که هیچ فرعونی قبلا نگرفته بود. او اسمش رو عوض کرد. آمنهوتپ شد آخناتون، یعنی خادم آتون. بعد اعلام کرد آتون دیسک خورشید تنها خداست، بقیه وجود ندارد. دستور داد نام آمون از همه سنگ‌ها تراشیده بشه، معابد بسته بشن، کاهنان بیکار بشن و پایتخت جدیدی ساخته بشه به نام آخت آتون از صفر در بیابان. این اتفاق در دوره مدرن یک اسم داره، کودتای ساختاری. ولی سوال اینجاست، آیا او واقعا ایمان داشت یا داشت یک مشکل مالی رو حل می‌کرد؟ اینجاست که داستان جالب میشه. کاهنان آمون تا قبل از آخناتون 1/3 زمین‌های مصر را کنترل می‌کردند. مالیات معافشون بود، ارتش خودشونو داشتن. وقتی آخناتون معابد رو بست، همه آن ثروت به کجا رفت؟ مستقیم به خزانه فرعون. آیا این اثبات میکنه که انگیزش سیاسی بود؟ نه لزوما. ممکنه هر دو درست باشن، ولی مورخان امروز به جای پیامبر بیشتر عبارت اصلاحگر مالی استفاده میکنن. پایتخت جدید ساخته شد، هنر مصری برای اولین بار واقع گرایانه شد و بعد همه چیز شروع به فروپاشی کرد. آخت آتون در 5 سال ساخته شد. این سرعت در دنیای باستان تقریبا غیر ممکنه. و چیز عجیبتر، هنر مصری عوض شد. قبلا فراعنه رو ایدئال نشون میدادن، قوی، متقارن، بی‌نقص. حالا آخناتون رو با شکم برجسته، لب‌های کلفت، با سن پهن تصویر میکردن. مورخان هنوز بحث دارن، آیا این دستور بوده یا سبک جدید کاهنان هنری؟ و در همین زمان در مرزها نامه‌های امارنا نشون میده که فرمانداران داشتن التماس میکردن. آخناتون جواب نمیداد یا نمیتونست. بعد از 17 سال آخناتون مرد و چیزی که بعد اتفاق افتاد شاید بدترین نوع شکست باشه. جانشینانش از جمله احتمالاً توتانخامون پسرش برگشتن به آمون. پایتخت جدید رها شد، بعد خراب شد، بعد مسالهش رو بردن. ولی این کافی نبود. دستور دادن نام آخناتون از همه سنگ‌ها تراشیده بشه، تصویرش نابود بشه و در لیست رسمی فراعنه وجود نداشته باشه. اسم این کار در مصرشناسی محکومیت به فراموشی است و تقریبا کامل موفق شدن. اما آخناتون رو فقط به خاطر چیزی میشناسیم که اتفاقی کشف شد. در 1887 یک زن مصری در حین کندن زمین برای کود تبلت‌های امارنا رو پیدا کرد. ولی آخناتون یک میراث غیرمنتظره گذاشت، چیزی که شاید روی تمام ادیان ابراهیمی تاثیر گذاشته باشه. این بحث برانگیزترین بخشه و باید صادق بمونیم. قطعیت وجود نداره. برخی مورخان از جمله زیگموند فروید در کتاب موسی و یکتاپرستی استدلال کردند که مفهوم یکتاپرستی ممکنه از مصر این دوره به یهودیت منتقل شده باشه. شواهد ضعیفه ولی جالب. سرود آتون و مزمور 104 تورات شباهت‌های ساختاری دارن. زمانبندی‌ها همپوشانی دارند ولی ارتباط مستقیم ثابت نشده. نظر علمی اجماع، احتمال موازی بیشتر از انتقال مستقیم است. پس آخناتون چی بود؟ نابغه، دیکتاتور، مصلح یا فقط یک سیاستمدار که خیلی جلوتر از زمانش رفت؟ تاریخ عادت داره آدم‌ها رو ساده کنه. قهرمان یا شرور، پیامبر یا دیکتاتور. آخناتون هیچ کدوم از اینا نبود یا شاید همشون بود. مردی که سعی کرد دنیا رو طبق ذهنیت خودش بازطراحی کنه، که شهر ساخت، خدا ساخت، سبک هنری ساخت و بعد مرد و دنیا برگشت به همون جایی که بود. انگار نه اتفاقی افتاده. سوالی که میمونه اینه، آیا ایده‌ای که قبل از زمانش بیاد محکوم به شکسته یا فقط به یک زمین بهتر نیاز داره؟